پارسیان با فاجعه یک قدم فاصله داشتند، اما هنگامی که آنها به پای برج و باروی دژ رسیدند، همسران و مادران خیش را بر بالای دیوار شهر یافتند که ایشان را بابت عقب نشینی سرزنش می کردند. جسارت زنان پارسی شجاعت را بار دیگر به اردوی کوروش بازگرداند. در آن موقع که پارسیان رویشان را باخته و پا به فرار گذاشتند، مادها خود را پیروز نبرد دانسته و گمان بردند با دشمنی وحشت زده روبرو هستند. پس برای کسب غنیمت و وارد کردن بیشترین تلفات به نیروهای فراری از صفوف خود خارج شده و نظمشان را از دست دادند. از بد اقبالی مادها کوروش موفق شد بار دیگر نیروهایش را پای دیوارهای دژ منظم کند. هنگامی که چشم کوروش بر صفوف برهم ریخته مادها افتاد، تعلل را جایز ندانست و بیدرنگ به سوی مادها تاخت. مادها که به کل غافلگیر شده بودند نتوانستند کاری از پیش ببرند. حمله سربازان پارسی کوبنده و قاطعانه بود. آستیاک که بخش بزرگی از سپاه خویش را از دست داده بود پا به فرار گذاشت، اما افسران و فرماندهان سپاهش او را به بند کشیده و تحویل کوروش